های خوش اومدید به ویدیو. تو این ویدیو قرار راجع به تایپ INFJ صحبت کنیم. بریم سراغ ویدیو. تیپ شخصیتی INFJ درونگرا، شهودی، احساسی و قضاوتی. گاهی اوقات این تیپ به عنوان حامی یا ایدئالگرا شناخته می شود. افراد دارای این تیپ افرادی خلاق، آرام و با ملاحظه هستند. آنها معمولاً افرادی محافظه‌کار، حساس نسبت به احساسات دیگران هستند. آنها به طور معمول افرادی ایدئالگرا هستند که به استانداردهای اخلاقی برتر معتقدند و تا حد زیادی روی آینده متمرکز هستند. تیپ INFJ از تفکر در مورد موضوعات عمیق و معنای زندگی لذت میبرند. این تیپ یکی از نادرترین تیپ‌های شخصیتی به طوری که 1 تا 3% از جمعیت را شامل می‌شوند. یکی از قابلیت‌های تیپ INFJ عملی کردن گرایش به ایدئالگرایی است. آنها مثل افراد خیال پرداز یا فیلسوف نیستند که فقط به تغییر دنیا فکر کنند. ارزش‌هایشان را در نظر می‌گیرند و آنها را به تغییرات مثبت و پایدار تبدیل می‌کنند. آنها افرادی همدل و ملایم محسوب می‌شوند. آنها باورهای قدرتمندی دارند و قادر به تصمیم‌گیری قاطعانه هستند. با اینکه ماهیت درونگرایی دارند ولی می‌توانند روابط قدرتمند و مهمی را با سایر افراد تشکیل دهند. آنها از کمک به دیگران لذت میبرند ولی برای تجدید قوا به خلوت نیاز دارند. با اینکه این تیپ شخصیتی ایدئالگرا محسوب می شود ولی این بدان معنا نیست که با عینک صورتی به تمام دنیا نگاه کند. آنها خوب و بد دنیا را درک می کنند و امیدوارند که آن را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند. آنها در حین تصمیم گیری بیشتر از اطلاعات دقیق به مسائل شخصی خودشان توجه دارند. آنها با کمک برنامه‌ریزی، سازماندهی و تصمیم‌گیری‌های فوری به دنبال اعمال کنترل هستند. آنها بیش از حد روی نگرش درونی خودشان متکی هستند. ممکن است گاهی اوقات به عنوان افراد یکدنده و لجباز محسوب شوند. تیپ INFJ گاهی اوقات با نگفتن به تقاضای دیگران مشکل دارند. آنها به خوبی احساسات دیگران را درک می‌کنند و نمی‌خواهند باعث ناامیدی یا لطمه زدن به احساسات دیگران شوند. تیپ INFJ بر اساس ایده‌ها، نظریه‌های مبتنی بر نگرش خودشان تصمیم گیری می‌کنند. آنها در حین تصمیم گیری به ویژه در کنار دیگران اول روی کارکرد شهودی درونگرا و احساسی برونگرا متمرکز می‌شوند. هنگامی که تنها هستند، بیشتر روی کارکرد متفکر درونگرا متمرکز هستند. آنها در شرایط تنش‌زا برای تصمیم گیری روی هیجاناتشان متمرکز هستند، به ویژه اگر بخواهند رضایت دیگران را جلب کنند. با این حال تحت شرایطی با تنش کمتر بیشتر روی توانایی شهودی خودشان متمرکز می شود. تیپ شخصیت INFJ توانایی زبانی بسیار خوبی دارند و به خوبی به ابراز وجود می پردازند. آنها زندگی درونی روشنی دارند ولی غالباً در مورد درد و دل با دیگران تردید دارند، ولی با دوستان نزدیکشان بسیار راحت هستند. INFJ ها تحت حمایت و ارزش‌های قدرتمندشان قرار دارند و به دنبال معنا دادن به تمامی حوزه‌های زندگی از جمله روابط و کارشان هستند. افراد دارای این تیپ شخصیتی به عنوان افراد عمیق و پیچیده محسوب می‌شوند. آنها محفل‌های آشنایی گسترده‌ای ندارند ولی با دوستان نزدیکشان دارای روابط صمیمانه و بلندمدت هستند. تیپ INFJ کمک به دیگران را دوست دارند و می‌خواهند دنیا به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند. آنها به خوبی به حرفهای دیگران گوش می‌کنند و با افراد صمیمی و نزدیکشان به خوبی تعامل برقرار می‌کنند. با اینکه به دیگران خیلی اهمیت می‌دهند ولی افراد درونگرا هستند که می‌خواهند با افراد معدود و منتخب درد و دل کنند. از آنجا که این افراد محافظه‌کار و تودار هستند، شناختنشان هم دشوار است. آنها برای روابط نزدیک و صمیمانه ارزش زیادی قائل هستند، با اینکه احساساتشان را از دیگران مخفی می‌کنند ولی به راحتی لطمه می‌بینند. تعامل با INFJ شامل درک آنها، حمایت از نیاز به خلوت کردن و تجدید قوای آنهاست. افراد دارای این تیپ شخصیتی گاهی اوقات هم دچار سوء تفاهم می‌شوند. تیپ INFJ دارای توانایی ذاتی برای درک احساسات دیگران هستند و از روابط نزدیک و صمیمانه لذت می‌برند. آنها در روابط با افراد پایبند و به ارزش‌های مشابه آنها بسیار موفق عمل می‌کنند. شما به عنوان پارتنر این تیپ شخصیتی باید از آنها حمایت کرده و صمیمیت عاطفی مورد نیازشان را فراهم کنید. صداقت و صمیمیت و اصالت اهمیت زیادی برای آنها دارد و به دنبال آنها در شریک زندگی خودشان هستند. بریم سراغ نقاط قوت و نقاط ضعف این تیپ.
نقاط ضعف: بسیار حساس هستند، گاهی اوقات شناخت آنها دشوار است، انتظارات بسیار زیادی دارند، یک دنده‌اند، اختلاف را دوست ندارند. نقاط قوت: حساس نسبت به نیازهای دیگران، محافظه‌کار، بسیار خلاق و هنرمند، متمرکز بر آینده، برای روابط عمیق و صمیمانه ارزش قائل است، از فکر کردن به معنای زندگی لذت میبرد، ایدئالگرا. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدین. لایک، کامنت فراموش نشه. ویدیوهای MBTI ادامه دارن. بای.